الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که حکم صلات جماعت در مسجد چیست؟ یعنی حکم نماز جماعت چیست؟ واجب است یا سنت مؤکده است یا مندوب است، مستحب است، چیست؟ بارک الله فیکم. نماز جماعت در مسجد این واجب است به مردانی که قادر هستند. هر مردی که قادر است پس نماز جماعت در مسجد برای همون واجب است، یعنی فرض عین است. به صحیح قول علما، زیرا که در این مسئله اختلاف است، لیکن قول صحیح همین است. و در این مسئله دلیل ها زیاد است. اولین دلیل سوره نساء آیت 102 را این علما ذکر میکنند و میگویند و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، یعنی نماز خوف و نماز جماعتی که در حالت ترس و خوف در حالت جنگ خوانده می شود. عموما وجه استدلال این است که الله سبحانه و تعالی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرد که در حالت جنگ، در حالت خوف هم نماز رو در حالت جماعت خوانند و به یگان نفری که در جنگ هست و در حالت خوف است الله اجازت نداد که نماز رو تنها به تنها بخواند. پس این در حقیقت دلیل صریح است، دلالت میکند که نماز جماعت اهمیت بزرگ و واجب است. و البته الله سبحانه و تعالی به نماز جماعت اینچنین امر میکند، بار دیگر طائفه دوم را ولتأتی طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، یعنی یک طرز نمازی خوف خواندن است که یک جماعت در یک پهلو می ایستند، اول یک جماعت می خوانند و بعد از این جماعت دیگر می آیند، دوم انسان ها می آیند، اینا می خوانند و جماعت اول راست می ایستند. یعنی یک 3-4 نمود خواندنی نمازی خوف هست. و البته این آیت دلالت می کند که نماز جماعت فرض عین است. پس ببینید که الله سبحانه و تعالی در همین آیت بیان کرد که یک طایفه نماز جماعت را میخوانند، انتظار طایفه دوم میشن، طایفه دوم هم میآیند میخوانند. یعنی الله نگفت که یک طایفه خوانید طایفه دوم نخوانید، بلکه گفت حتما باید هر یک شما نماز جماعت را خوانید. سبحان الله. پس این آیت ها دلالت میکند به واجب بودن نماز جماعت. علما میگند اول الله امر کرد یک طایفه رو نماز جماعت خواند، بعد از این طایفه دومی که انتظار بود پاسبانی میکرد این طایفه هم نماز جماعت رو خواند و به یگان نفر به ترک نماز جماعت در حالت خوف هم اجازت نداد. در حالت خوف هم باید نماز جماعت خوانده شود که این 3 چیزی که ذکر کردیم از همین سوره نساء آیت 102 گرفته شده و استدلال گرفته شده است. و دلیل های دیگر از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که بیان میکند. حدیث متفق علیه است از ابو هریره رضی الله عنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولا يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند که وزنین ترین و سخت ترین نماز برای منافق ها این نماز خفتن است و نماز فجر است. نماز شام خفتن و نماز فجر. نماز خفتن عادتا در حالت وزنینی بعد از کار به خانه وقتی که میآید، وقتی خواب بسیار آدم ها خوابش میبرد و نماز خفتن را نخوانده میماند. و نماز فجر اول صبح بسیار انسان ها از خوابش خسته نمیتواند. برای همین برای منافق ها این بدترین نماز و سخت ترین نماز است. و اگر میدونستند که این دو نماز چی اجر و فضیلت دارد، حتی در حالت خزیدن باشد هم، در روی زمین خود را کشاله کرده خزیده باشد هم به نماز جماعت می اومدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن به تحقیق من هممتو، یعنی
اندیشیدم که مردم را به نماز امر بکنم که نماز قامت گفته شود و یک مردی را از این صحابگان امر بکنم که با مردم نماز جماعت را امام شود و خواند و با همراهی من یک چند مرد ما رویم هیزم را جمع بکنیم و به خانه و نزد خانه کسانی رویم که اونها نماز جماعت را ترک نمودند و به نماز جماعت نماندند و خانه اونها را بسوزیم. و البته این حدیث بناس شدید است، سخت است و این حدیث دلالت میکرد که نماز جماعت نمازی به نهایت ضروری است و واجب است که رسول الله گفتند من یک کس را به جای خودم امام مانم و روم خانه ها را ببینم کدام خانه که صاحبش برای نماز جماعت حاضر نشدهش این خانه را بسوزانم. حدیث متفق است. حدیث دیگر آمده است، حدیث متفق علیه است و لفظ بخاریش رو ما به شما ذکر میکنیم. از ابی هریره رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند والذی نفس بیده لقد هممت ان امر بحطب فیحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجلا فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس بيده لو يعلم انه يجد عرقا سمينا او مرماتین حسنتون لشد العشاء. پس یعنی این حدیث هم معناش همین است که به تحقیق من میگن اندیشیدم و به همین رسیدم که امر بکنم که هیزم جمع کرده شود، بعد امر بکنم که از آن گفته شود و بعد یک مردی رو امر بکنم که با مردم امام شود نماز رو خواند و با همراهی من یک چند مرد بیرون شویم و سوزانیم خانه کسانی که به نماز جماعت حاضر نشدند. این هم دلالت میکند که در حقیقت نماز جماعت امرش بزرگ است. و امام احمد رحمه الله در مسندشان روایت میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذريه اقمت صلاه العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند اگر در همین خانه ها زنها و کودک ها نمی بودند پس نماز عشا خفتن را اقامت میکردیم، یعنی نماز خفتن را برپا میکردیم و امر میکردم به همین جوان ها که انسان هایی که به نماز جماعت نآمده اند خونه هاشان را بسوزانید. سبحان الله. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان میکنند که سبب نسوزانیدن خانه ها این چی است؟ سببش همین زنهای کودک ها هست. زیرا که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانه را سوزانند در دانش زنهای کودک ها باشد عقوبت واقع میشد به سری کسانی که عقوبت واجب نیست. یعنی عقوبت باید به هر یک شخص به خودش رسد. مرد وقتی که نماز جماعت به مرد واجب است باید به همین مرد جزا داده شد، اما وقتی که خانه را میسوزانند البته در درون خانه که زن و کودک است عقوبت هم به بالای مرد هم به بالای زن و کودک میاد. در این حالت جایز نیست. به همین خاطر گفتن که من نسوزانیدم، اگر زن و کودک در خانه نمی بود میسوزانیدن. دلیل دیگری که اومده است در روایت مسلم، امام مسلم رحمه الله در صحیحشون روایت میکنن که ان رجلا اعمى قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وهذا الرجل هو ابن مكتوم. امام مسلم به روایت صحیح در کتاب حدیث صحیح روایت میکنند و میگویند که یک مرد نابینای به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ای رسول الله هیچ کسی نیست که مرا کمک بکند که به مسجد روم. پس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مرد نابینا اجازت خواست که نمازش را در خانه اش خواند، به سبب نابینایی عذر دارد. رسول الله اجازت دادند. وقتی که این مرد پشتش را گرداند و از نزد رسول الله یک دو سه قدمان رسول الله ندا کردند، گفتند آیا ندای اذان را میشنوی؟ این مرد گفت بله میشنوم. رسول الله گفتند فاجب، پس اجابت کن، پس اجابت بکن. این مرد عبدالله ابن مکتوم بود، یعنی ابن مکتوم بود. سبحان الله. این هم دلالت میکند که البته نماز جماعت واجب است. به نابینایی که عذر دارد رسول الله گفتند اگر از آن را شنوی اجابت بکن. و در مسند امام احمد و سنن ابو داود از
عمرو ابن مکتوم آمده است که گفت قلت یا رسول الله انا ضریر شاسع الدار ولي قاعد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. یعنی گفته ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من مشکلی دارم، یعنی شرایط خوبی ندارم که به مسجد بروم از سبب مریضی، آیا به من رخصتی هست که در خانم خانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از آن رو میشنوی؟ بله، اگر از آن رو شنوی البته به مسجد رفت. پس امری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای جماعت در حدیث های زیاد کرده اند، امرهای مطلق، همش دلالت به وجوب میکنه، زیرا که ما در علم اصول فقه میخونیم الامر يدل على الوجوب، امر دلالت به وجوب میکند. پس چگونه هست که اینچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های زیاد صریح، واضح، آشکار بیان نموده اند که به یگان بنده رخصت نیست که از نماز جماعت تخلف بکند. سبحان الله. پس اگر انسان مخیر می بود، انسان اختیار در دستش می بود، یعنی نماز جماعت واجب نمی بود و سنت می بود و اختیار داشت که در جماعت خواند یا که در خانه‌اش خودش تنها خواند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین نابینا عبدالله ابن مکتوم یا که عمرو ابن مکتوم اجازت میداد. عبدالله ابن مکتوم که همین عمرو ابن مکتوم است اجازت میداد، به همین نابینا اجازت میداد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتند در خانه‌شان خوانید، در خانه‌تون بخونید، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازت ندادند. البته در حدیث ها آمده است که چخیلی که امام ابو داود روایت میکنند و اینچنین ابن حبان در صحیحشون ذکر کردن از ابن عباس که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند هر کسی که ندا را شنید و هیچ مانع کننده از به همین جماعت پیرو شدنش هیچ مانع کننده نیست، باید پیرو بشود. گفتند که مانع کننده عذر چیست؟ گفتند ترس و کسلی. البته انسانی که مریض است، قادر به جماعت رفتن ندارد یا که از خانه اش تا مسجد خوفی وجود دارد، خوفی نه خوفی فکری، یگون دشمنی در راه هست که در حقیقت میکشد، یگون درنده هست که در این حالت ضرر سخت میرسد، در این حالت نماز در حقیقت البته فرضیش ساقط میشود. دلیل دیگر این دلیل است که امام مسلم روایت میکنند در صحیحشون از عبدالله ابن مسعود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث عموما طول است، دراز است. معنای حدیث همین است که کسی که از نماز جماعت تخلف میکند، نماز جماعت را ترک میکند، این انسان را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منافق گفتند. و ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. سبحان الله. و از نماز جماعت تخلف نمی کند مگر منافقی که معلوم و نفاقش معلوم است. کسی که از نماز جماعت یعنی تخلف کرد به عذر، این نفاق است و نفاقش معلوم النفاق است. و البته همین اختیار کرده شیخ الاسلام تیمیه و ابن القیم الجوزی است. ابن القیم الجوزی در کتاب الصلاة و احکام تاریکها ذکر میکنند و قول ابن القیم الجوزی همین است که کسی که نماز رو ترک میکند کافر است، تارک الصلات کافر است و نماز جماعت واجب است و همین دلیل ها رو ذکر میکنند. و البته در مسئله ابن تیمیه البته دو قول ذکر است، لیکن نماز جماعت رو واجب میدونند، اما در مسئله تارک الصلات البته یک قاعده خاص خود رو دارند. بارک الله فیکم. با همین فهمیده می شود که نماز جماعت واجب است به همون مردانی که قادر هستند. البته به زنها واجب نیست و برای اونها در بعضی حالت‌هایی که فتنه نباشد مستحب است، خوب است. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. رسول الله میگند کنیسهای الله را، امای الله را از مساجد الله من نکنید. اگر خواست به مسجد رود نماز خوانه جایز است، در حالتی که امین از فتنه باشد، امین از فتنه باشد، حجابش حجاب اسلامی باشد، خوب باشد و موافق سنت باشد. بارک الله فیکم. اما سوال اینجاست که همین نماز جماعت را ما میتوانیم بگوییم که به کسی فرض است در حالتی که اذان را نشونده است؟ علما میگن عادتا در این حدیث ها ندای اذان را آمده است، یعنی پیامبر گفتند که اگر ندای اذان را شنیدی نماز به تو فرض است، جماعت به تو فرض است، عین است، نماز جماعت به تو فرض است در حالتی که ندا را شنوی. البته این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین طور بود که ندا را بلند میگفتند تا آنجایی که ندا رفت
ба ҷои дур мерафт ва касе ки нидоро шунид гӯё ин ба масҷид наздик аст, аммо касе ки ба нидоро нашунид аз масҷид хело ҳам дур аст, омада наметавонад. барои ҳамин расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисҳо гуфтаанд ки мешунавӣ Абдуллоҳ Амр ибни Умми Мактум, оё нидоро мешунавӣ? Бале, пас ба масҷид биё, барои он ки наздик ҳастӣ. дар он замон ба микрофон ва ғайри чиз нидо намекарданд. аммо имрӯз ин душманони ислом, кофирону муртаддону мунофиқон нидоро манъ кардаанд. дар баъзе масоҷидҳо ки масалан дар баъзе минтақаҳои мусалмоннишин, масалан дар Тоҷикистон, дар ҷои дигар нидои баланд манъ аст. Нидои аз он дар даруни масҷид аст, барои он ки нидои ҳақ, нидои тавҳид барои муртаддону мунофиқон нофорам аст. нидоро дар даруни масҷид паст нидо мекунанд. оё барои инсонҳое ки нидои аз онро намешунаванд намоз воҷиб аст? Албатта воҷиб ба вақташ аст. дар ин ҳолат албатта ҳар як мусалмон медонад ки вақти намоз кадом вақт аст. аз ҳамин ҷиҳат вақти намозро мефаҳманд ва бори дигар мегӯем ки намоз барои онҳо ҳам воҷиб аст, гарчанде ки нидоро нафаҳмиданд. барои он ки дар ин масъала фаҳмидем ки нидо нашуданаш сабаб узр дорад. баракаллоҳ.